امروز میخوام نحوه دودی کردن ماهی رو واسهتون بگم، البته به روش آسون کاری که من میکنم. ماهی رو گذاشتم یکم موند، شکمش قبلش تمیز کردیم، تو شکمش رو خالی کردیم، شستیمش. بعد روی اون فلفل و یه مقدار آرد سوخاری، پودر سیر فراوون و فلفل شیرین پاپریکا با نمک زیاد کامل داخلش و پشتش و همه رو میذاریمش یه 20 دقیقه نیم ساعت بمونه قشنگ، تا هم نمک بره به خوردش هم فلفل توی گوشتش فرو بره قشنگ. بعد چیزی که واسه دودی کردن لازم داریم یه دونه منقله. البته شما میتونید توی ایران از یه منبع یا یه منقله گرد یا یه چیزی شبیه به این استفاده کنید. تو اینجا ما یه منقله بسته داریم که به این صورته. این پایین زغال ریخته میشه، بعد روش یه سینی این شکلی میاد که ماهی ها چیده میشه روش. دمای اولیاش هم باید 80 درجه باشه، درش هم اینجوری بسته میشه. وقتی که به 80 رسید ما تقریبا یه رو 20 دقیقه اونو دمای 80 نگه میداریم. بعد از یه رو 20 دقیقه دود میدیم بهش. دودم دیگه تا 3 ساعت 2 ساعت و نیم بستگی به تعداد ماهی داره. معمولا واسه 15 تا ماهی من حدود 3 ساعت تا 3 ساعت و نیم دود میدم. دودم بهترین دودی که میتونید استفاده کنید از چوب درخت بس تو ایران. البته چوبای آماده هست مثل این که شما میتونید بخرید، ولی چوب معمولی هم میشه استفاده کرد که من از اینم استفاده میکنم. این چوب درخت بسمه که خیلی چوب خوبیه، دودش هم خیلی خوش عطره، طعم ماهی رو هم خوب میکنه.